Ladies and gentlemen, let's welcome the team, Kyrgyz Republic and Afghanistan. Konumon va janobon, inoat Kashtahoy Kyrgyziston va Afg'oniston maydonda ovoz. Please stand if you are able to for the national anthem of Kyrgyz Republic. Konumon va janobon, qo'yishmasin aktyor barchaga Urumqi Jumhuriy Qirg'iziston salom etyapti. And now, the national anthem of Afghanistan. Akmal Turudini Afghanistan salom etyapti. Ассалому алейкум дӯстон арзманд мухлисон ва ҳаводорони футбол, ҳамаи онҳое ки айни ҳол дар пахши мустақим шабакаи телевизионии футболро тамошо карда истоданд, ҳамаи шуморо даъват мекунем ба тамошои рақобати
منتخب‌های قرقیزستان و افغانستان. این بازی دوری دوم رقابت‌های مسابقه کاف U20 چمپیونشیپ 2025 می باشد که در جریان آن در بازی یکم ما از همین منتخب‌ها یعنی قرقیزستان و افغانستان بین هم رقابت خواهند کرد. دسته‌ای که البته در بازی دور یکم نتیجه گوناگون نشان دادند. خوب اینجا بسیارتر گپ البته اثر منتخب افغانستان می رود، چون که منتخب قرقیزستان در بازی دور یکم به میدان رقابت وارد نشد، چون 5 دسته هستند. یک دسته معلوم است که در یک دور از بازی آزاد خواهد بود. این زمان هیئت خوب دسته قرقیزستان در روی کانال شما بود و بعداً اونهایی که از هیئت ذخیره به میدان وارد میشوند اونها به ما نشان داده شدند و اولین بازی خود را منتخب قرقیزستان اینجا برگزار میکند. منتخب نورسان این تیم، جوانان این تیم، بازیگران تو 20 ساله، بعضی از دستا اینجا حتی فوتبالبازان از این سن سال هم جوانتر آوردند، از جمله منتخب تاجیکستان که در اینجا نورسان ما یعنی بازیگران تو 18 ساله اشتراک می‌ورزند در مسابقه مذکور. این نکته را میتوان در باره دستای دیگر هم قید نمود. اما باید اشاره کرده شود که نام مسابقه یعنی نام رسمی اون چون کاف U20 چمپیونشیپ 2025 می باشد، ما هم البته همین طور این مسابقه را نام میبریم. مسابقه بین بازیگران تو 20 ساله در کشورهای البته عضو کاف یعنی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی و همچنین بازیگران هیئت اساسی و بعدا بازیگران ذخیروی منتخب افغانستان هم به ما پیشکش کردند که ما آنها را مشاهده کردیم. احمد عظیمی که دسته افغانستان راهبری میکند و هم به ما نشان داده شد و پس از چند لحظه این رقابت آغاز می‌گردد. خوب منتخب افغانستان در بازی دوری یکم بر ضد تاجیکستان بازی داشت و دسته ما نورسان تو 18 ساله توانستند با حساب 2-0 پیروزی خود را به دست دارند. در آن دیدار البته فکر دارم شما هم در خاطر دارید که در رفتمان رقابت عبدالله ابراهیم زاده و ظریف زاده توانستند با زدن گل ها شرفیاب گردند، یعنی 2 گل را به ثمر رساندند. یک گل را عبدالله ابراهیم زاده و یک گل دیگر را ظریف زاده و همین طریق منتخب تاجیکستان توانست پیروزی خود را به دست آورد. در بازی دیگر که اونجا ترکمنستان بر مقابل ایران بازی کرد، بازیگران جوان ایران توانستند با حساب مینیمالی 1-0 دسته ترکمنستان را شکست بدهند و در بازی اول منتخب تاجیکستان و ایران توانستند پیروزی خود را صاحب گردند. منتخب افغانستان مغلوب گردید در بازی دور یکم و اکنون در رقابت بر مقابل منتخب قرقیزستان تلاش خواهد کرد تا امتیازهای اولین خود را در مسابقه مذکور به دست دارد. و البته منتخب قرقیزستان باشد در این مسابقه یعنی در کاف U20 اولین بازی خود را دایر میکند و مسابقه را از دور دوم شروع میگرداند. برای این دسته همین رقابت بازی یکم می باشد که این رقابت را برگزار میکند. در بازی امروزه یعنی در بازی دور دوم منتخب ایران بازی نخواهد کرد، چون قرقیزستان افغانستان بازی دارند و ازبکستان با ترکمنستان بازی خود را همچنین امروز دایر خواهند کرد. خب بازی آغاز یافت دوستان ارجمند و در این فرصت اکنون میتوانیم شما را با هیئت دسته ها هم شناس بنماییم و آغاز میکنیم از منتخب قرقیزستان که میزبان رسمی رقابت امروز هم از فوتبالبازان کشور قرقیزستان به حساب میروند. دروازه‌بان ارمک کلمبکوف تحت رقم 1 او بازی میکند. فوتبالبازان دیگر رقم 10 کاپیتان دسته ارلین امیروف، رقم 2 افتان عبدالخلیلوف، رقم 3 مدیر توغنبایف، رقم 4 ایدار مرادبکوف، رقم 8 کنای مدیربکوف، رقم 15 ایلیا بندارنکا، تحت رقم 16 علیبک کازاخبکوف هنرنمایی دارد، رقم 17 عمر талантбеков، رقم 18 اربول باکردینوف و رقم 20 باشد ایلگیز باترکانوف می باشد. بینندگان عزیز، سرمربی دسته مذکور نوربک ژلدوشف است. این متخصص از خود کشور قرقیزستان می باشد. هیئت اساسی منتخب U20 افغانستان باشد. چون این است دوستان ارجمند، عبدالرحیم رسولی او تحت رقم 1 در خط دروازه است، جاوید محمد
کاپیتان دست رقم 4 رقم 2 سیاد حسیبالله اینجا پرتاب به داخل جریمه گاه. بعدن رقم 3 نوید محبوبی، رقم 6 منیر احمد، رقم 8 خوب شعیب حسینی، رقم 9 اورش احمدی، تحت رقم 10 سهیل سروری بازی میکند، رقم 15 زمین محمدی، رقم 17 یوسیر صفی و تحت رقم 20 باشد اینجا اعظم الدین حاجی زاده در میدان است. احمد عظیمی متخصص از کشور افغانستان، سرمربی یو 20 مملکتی مذکور می باشد. خوب می توانیم داوران این رقابت را هم با شما شناس کنیم. دوستان عزیز، این بازی را حکم میکند ابراهیم اسماعیلوف با بختیار خوجا شوقتوف و خسرو صدیق زاد از دو کنار کمک میرسانند. داور احتیاطی باشد رسول محمدوف است. همچنین نفران رسمی دیگری که به این بازی گیم ربط دارند از کشور ازبکستان هستند. خوب خسرو صدیق زاد البته از تاجیکستان است که به آنها کمک میرساند و باز اینجا باید اشاره کرده شود که عبدالله دولتوف همچنین از تاجیکستان در روژه ور قرار دارد. فردوس نورسفروف به او کمک میرساند. کمیسر بازی اورس محمد گلدیف است از کشور ترکمنستان و ناظر داوران ولادیسلاو سیتلین است، او از کشور ازبکستان می باشد. این همه نفران رسمی مهم که ربط داشتن برای بازی امروزه. خوب فوتبال بازی رو هم با شما شناس کردیم و اکنون میتوانیم متوجه بگردیم به این حمله که تلاش به هجوم گذاشتن رو دوران زمان بازیکنان کشور افغانستان پس اینجا رسانیده میشود. یک سال دیگر به نزدیکی جریمه گاه ولی طوری میبینیم فرصت مذکور به نتیجه جنبت شد. مسابقه مذکور منتخب تاجیکستان گفتیم با غلبه آغاز نمود و بازی‌های دور یکم در ورزشگاه مرکزی شهر ایسار برگزار شدند و بازی‌های این دور، یعنی بازی‌هایی که ما شما تماشا داریم، این رقابت و بعداً بازی ازبکستان و ترکمنستان، این رقابت دایر خواهد شد همچنین در همین میدان. امروز ساعت 21 آغازیان در نظر است. پس به عقیب توپ به دروازه‌بان هم میرسد. اکتان عبدالکلیلوف ضربه به خط حمله و اینجا کوشش میکند ایلیا بندرینکا. پس ایلیا بندرینکا به داخل جریمه گاه و اولین شده این وضعیت را سیاد حسیبالله برطرف کرد. فوتبالباز خط دفاعی منتخب افغانستان که در اکران شما قرار دارد. البک کازاکبکوف موضوع در کنج میدان قرار دارد. اولین ضربه کنجی در این بازی. پاسیو سال بعد داخل جریمه گاه و اینجا دروازه‌بان اول نشده به تو میرسد. خب گرچند که گفتیم بازی اول در ورزشگاه مرکزی شهر ایسار برگزار شدند، پس بازی این دور در ورزشگاه تالکو آرینا یعنی در شهر ترسونزاده برگزار میشوند و این بازی علاقه آغاز شد و پس آن طور اشاره کردیم بازی منتخب‌های ازبکستان و ترکمنستان در اینجا برگزار میشود. توسط کنار به حمله نوبتی میتوانیم متوجه بگردیم. پس به مرکز
کوشش خوب فوتبالبازان کشور افغانستان، ولی ببرار این حمله جنبست میشود. بازم توانستند اینجا شاگردان نوربک جولداشف وضعیت مذکور را سری وقت برطرف کنند. تو را در نظارت خود نتوانستند درست و با مدت طولانی حداقل 5-6 ثانیه نگاه بدارند فوتبالبازان افغان. اوت به نفی آنهاست. سیاد حزیب الله توپ را با خط حمله پرتافت ارسال به داخل جریمه‌گاه. هرچند آرش احمدی تلاش کرد در خط هجوم برای دوام دادن این حمله، ولی موفق نشد این بازیگر. پس تعقیب از بین چند نفر خیلی خوب اینجا گذشت و چند نفر رو فریب داد. منیر احمد تو با نزد دروازه‌بان میرسد، دروازه‌بان منتخب قرقیزستان. اکنون دسته مذکور باز کوشش خواهد کرد تا حمله نوبتی را سازمان بدهد. پرتاب طویل وقتا بوکلیل بود که چنین پرتاب طویل اجرا کرد و خط حمله و این به حمله خوفناک آورد. عمر تلانبکوف پسان در هجوم کوشش خوب کرد برای ضربه زدن، برای موفق شدن، ولی این حالت بی‌قرار برای فوتبالبازان قرقیزستان جمع شد. عبدالرحیم رسولی پاس می‌دهد به کنار به نوید محبوبی. اینجا بهتر توپ را اداره می‌کنند فوتبالبازان کشور افغانستان، ولی مشکلی در آن است که این اداره کردن توپ در نیمه میدان خود افغانستان رخ داده ایستاده است. اگر پیشروی یعنی نیست، به هجوم آنها نمی‌روند. و این هم در حالی است که بازیگران قرقیز هم اونقدر پرسینگ فعالانه ندارند. هجوم نوبتی بازیگران قرقیز، پاس به کنار حساب بعقیب توسط کنار. ما میتوانیم به هجوم نوبتی متوجه بگردیم. این وضعیت برطرف میشود. پرتاب به کنار چپ، اگرسال به خط هجوم رسانیده می شود، ولی اینجا هم بازیگران قرقیز به یک مشکلی توانستند وضعیت مذکور را برطرف نمایند. ضربه نوبتی از بعقیب
بازیکن بیرون میرود و بازم میخواستند توپ را درست‌تر اداره کنند فوتبالبازان کشور افغانستان و در تلاش خود موفق نگردیدند. توسط کانال چپ حمله نوبتی بازیگران قرقیزستان، اونها بهتر این زمان به حمله رفتند چون که شماره اینها تقریبا برابر با فوتبالبازان افغان بود. موقع خالی است در کانال چپ، از اینجا ارسال به داخل جریمه گاه و بازم دروازه‌بان اولین شده به تو میرسد. این حالت را توانست بازیگر مذکور برطرف سازد. پس رقیب منیر احمد بازم اداره کردن توپ به چشم میرسد، ولی این توپداری در نزدیکی جریمه‌گاه خودی کشور افغانستان است و فوتبالبازان جوان قرقیز البته از این نیستند تا در اینجا بازیگران افغان توپداری کنند، چون آنها نزدیک به جریمه‌گاه فوتبالبازان قرقیزستان نیستند. این زمان یک کوشش هست، امکانیت برای ضربه زنی داده نشد چون که کنج ضربه زنی خیلی محدود بود و از آن جهت ضربه هم زده شد. بازیگران افغان اینجا دعوا دارند که توپ به دست دفاعگر رسید. حمله نوبتی ضربه خیلی خوب با طرف دروازه اینجا اجرا می‌گردد. حمله قرقیزستان Arlen Emirov, Aktan Abdikalilov, Aydar Muratbekov و بازیگران خط دفاعی منتخب قرقیزستان هم نزدیکتر به مرکز میدان می آیند. پاس به خط هجوم اینجا آفساید نیست، میتوان کوشش ضربه زنی کرد از همین موقع و ضربه گل. عمر تالنتبکوف استعدادبکوف اینجا دوستان ارجمند با زدن گل شرفیاب میگردد و خیلی خوب و توانست او این وضعیت را استفاده بنماید، چون مینمود که در اول عمر تالنتبکوف به خطا رو داد هنگامی که فرصت ضربه زنی را استفاده نکرد، ولی بعدا طور معلوم می شود از این هم بهتر او بازی کرد و خیلی خوب این وضعیت را با گل انجام داد. توجه میکنیم پرتاب طویل اینجا بود و افساید نیست، طوری شما مشاهده میکنید در یک خط قرار دارن بازیگران و بعدا خیلی خوب یک دفاعگر را فریب داد تالنتبکوف و پس آن این ضربه که اجرا کرد دروازه‌بان برطرفش کردن نتوانست. سر اول نوید محبوبی را فریب داد اینجا تالنتبکوف، با چنین نام البته باید چند نفر را فریب داد از این هم گل زیباتر به ثمر رساند، باید در زنده نام خود باشد. عمر تالنتبکوف دوستان عزیز حساب رقابت را میکشاید در بازی با افغانستان.
بازیگر جوان کشور قرقیزستان. حساب اکنون 1-0 با نفع سرخپوشان. Первый бондар! Браво! Выше, шаг! Шаг! Лево, бондар, лево! Вон, твой, Айдар, отскок! Играть! Браво, Аки! Бондар, проще, чисто, чисто. Браво, бондар! Внимательный отскок, теперь внимательный. Страховка обязательно, Джеки. Первая. Поле, поле. حالا بازیکنان کشور افغانستان پرتاب به داخل جریمه‌گاه و خیلی خوب اینجا مبارزه بردن در خط دفاع فوتبالبازان قرقیز. اونجا عظم‌الدین حاجی‌زاده دوباره به داخل جریمه‌گاه پرتافت ولی به همدستای دیگری امکانیت ضربه‌زنی دادن نشد. حالا نوبتی بازم عظم‌الدین حاجی‌زاده پس به عقب و این میتونه یک کنترل خوفناک باشد ولی با توپ خود فوتبالبازان کشور افغان هستند چون در برگشت توپ آنها قرار داشتند. امکانیت نوبتی پس به داخل جریمه‌گاه و داور چه اشاره میکند؟ داور اینجا خوب طوری میبینیم به نقطه ضربه 11 متر اشاره نکرد بلکه کارت ضربه خود فوتبالباز افغانستان نشان داده میشود برای نیرنگ بازی و برای ریاکاری. میتوانیم متوجه بگردیم بار دیگر چگونه اینجا نوید محبوبی اسب افتید. داور با این افتیدن نوید محبوبی باور نکرد و به فوتبالبازی نورسی افغان کارت زرد نشان داد. در بازی دور دوم همچنین دوستان عزیز البته منتخب تاجیکستان هم بازی نخواهد داشت. اینجا گپ سر می رود که دسته ها به خوب گروه ها تقسیم کرده شدند و در گروه یکم در گروه ا در نظر دارم تنها دو دسته هستند قرقیزستان افغانستان که این زمان بازی دارند. تاجیکستان همچنین شامل این گروه است و طور معلوم است گفتیم که چون دسته ها البته 6 تا هستند و در هر یک گروه 3 دسته هستند معلوم است که در هر یک گروه یک دسته در یک دور بازی نخواهد کرد. برای مثال در گروه ای در بازی دور یکم تاجیکستان با افغانستان بازی داشتند و قرقیزستان استراحت کرد یعنی بازی نداشت. در بازی دور یکم در بازی دور دوم باشد بازی دارند قرقیزستان و افغانستان و تاجیکستان در این دور بازی نخواهد داشت. در گروه بی باشد ایران با ترکمنستان در بازی دور یکم بازی داشتن. ازبکستان دم گرفت و امروز باشد ازبکستان با ترکمنستان بازی خواهند کرد و ایران باشد در این دور استراحت است. با اصطلاح نمود دیگری ورزش گوییم تاجیکستان و ایران در این وزن آزاد هستند. پرتاب به خط حمله
پرتاب به داخل جریمه گفت فرصت خوب. اینجا دروازه‌بان اولین شده به تو میرسد و این وضعیت را برطرف کردن توانست. ضربه به خط حمله. تو به داخل جریمه گاه پرداخته می شود. پرتاب نوبتی با خط هجوم. بازم تلند بیکوف اینجا کوشش کرد ولی در این فرصت تقریبا مشاهده میکنیم جاوید محمدی کاپیتان منتخب افغانستان بسیار هم در سطح عالی بازی کرد. این وضعیت رو برطرف کردن توانست. پرتاب به کنار چپ. توپ به طرف جریمه گاه پرتافته می شود و توپ در میدان باقی می ماند. هجوم خوبی بازیگران کشور افغانستان. ضربه به طرف دروازه. ضربه خیلی قوی بود، خطرناک بود ولی مستقیم نبود. شایب حسینی چون این کوشش داشت. باقی اینجا یک امکانیت دیگر برای دوام دادن هجوم دیده می شود. کوشش برای ضربه زنی بود ولی قاعده بازی ویران گردید بر مقابل ارلین ایمیروف و کارت ضربه شایب حسینی. فرصت خوب ضربه زنی بود برای ارلین ایمیروف کاپیتان منتخب نورسانی قرقیزستان ولی شایب حسینی چنین امکانیت ضربه زنی را به او نداد و اکنون وضعیت خوفناک استانداردی است. میتوان از این موقع ضربه مستقیم به طرفی دروازه اجرا کرد. بیا جاوید استاچ تو
Yosar joy sayıcı takon nako. Kam çap Yosar kam çap. Yosar kam çap. Or painto stocho. Ej, posvariša ti na. Tačo! Vas dugo. Vačo. Kam çap ya. Kam çap. Vas. Put down your head. Put down. Posvariša ti na. ضربه به طرف دروازه و تومینجا با دیوار دفاعی سنی میرسد. یعنی این وضعیت برطرف کرده شد ولی هجوم دوم خواهد کرد. ضربه نوبتی Iđi do toja! Iđi uma! Basio! Daj! پرسینگ فاولو ندارد این زمان دسته افغانستان در مرکز میدان توپ را آنها میگیرند ولی بازم این حمله به براجان بس می شود. حمله نوبتی فوتبالبازان کشور قرقیزستان پس به خط حمله. اینجا در هجوم ایلگیز باترکانوف قرار داشت. او میتوانست این حمله را ادامه دهد ولی باز هم به نتیجه. حمله نوبتی تالنت بکف مؤلف گل نزدیک می شود و جریمه گاه واردی آن شده امکان ضربه زنی می جوید ولی الکی فرصت ضربه زنی را او از دست داد و عذر می پرسد. عمر تالنتبکوف از همدستای خود برای اون که سری وقت پاس نداد ضربه نزد ولی نابسته از این همین حمله با ضربه کنجی جمع بست شد. Azar. Joy to serve. I see you without hand. Number 9. Number 17. I see you. تا به داخل جریمه گاه دروازه‌بان توپ را میگیرد. ای گوش کنید. رحیم. ای گوش کنید. باشه فقط. ای سر طرفا. یا سر سر. حمله نوبتی از مرکز میدان تلاش با هجوم گذاشتن دارن فوتبالبازان کشور افغانستان پس و این هم به براجان بس می شود. Лево нога! Вандер, выжимай! Да!
Рафаэль, вперед! Вильгов! Вильгов! کمتر از 15 دقیقه دیگر وقت اساسی باقی مانده است. در نیمه اولی رقابت پس به خط هجوم اولین نوبت بازیکنان کشور افغانستان، اونها بعد از آنکه گل به دروازه خود سر دادند فعالتر شدند و بعد از گل فوتبالبازان قرقیز تنها دو مرتبه دیگر اونها به حمله رفتند، یعنی نزدیک به جریمه گل شدند. بازیکنان افغان باشد برعکس خیلی زیاد فشار میآورند، توپ رو میگیرند و چون این حمله ها را سازمان میدهند، اما کور تو ضربت هنوز نرسیده ایستاده است. شاید این زمان ما خاتمه منطقی این حمله را بینیم. سهیل سروری پس به کنار، یک سال دیگر و اینجا هم دروازه‌بان اولین شده به تو میرسد. این ضربه را هم به خطا ارمک کلیمبکوف میگیرد و بعدا از خط دفاع حمله را آغاز میکنند فوتبالبازان قرقیزستان. Анна, не бросайся! Лиза! Встречай! Играть! Все играть! Выше! На ногах! ضربه به طرف دروازه و انجام دروازه‌بان در جای خود استوار بود. حالا قرقیزستان امکانات برای ضربه زنی وجود دارد، بهترین فرصت گلزنی، اما اگر ضربه را درست‌تر اینجا اجرا میکرد ایلیا بندرنکا، پس برای عبدالرحیم رسولی دروازه‌بان نمرسان افغانستان این ضربه را برطرف کردن خیلی مشکل میشد.
پس رقیب آرش احمدی در این طرف میدان عظیم‌الدین حاجی‌زاده تو قبول کردن را به داخل جریمه گام می‌پرتاید، ولی باز هم رست به دستی دروازه‌بان که به یگان مشکلی توپ را در دستان خود نگاه می‌دارد. بازم از دفاع کوشش به همه نوبتی گذاشتن را میکنن فوتبالبازان قرقیزستان و با پاس‌های کوتاه میونت توانستند تا به نیمه میدان رقیب گذارند. عمر تلندبکوف در خط حمله توپ را میگیرد، پرتاب او به داخل جریمه گاه، ولی هیچ کس از همدستای او توپ را گرفتن نتوانست. توپ با نوبتی میراف نزدیک میشد به جریمه گاه، وارد میگردد، پس به کنار چپ از اینجا به داخل جریمه گاه توپ پرتافته میشود و ضربه نوبتی عمر تلندبکوف با دوبل او و گل دوم منتخب قرقیزستان جمع بحث می شود. حساب رقابت اینجا 2-0 میگردد. خود رسا میکنم که با همین حساب منتخب تاجیکستان افغانستان را شکست داده بود و اگر منتخب قرقیزستان با فرقیت بهتری توپ ها البته اینجا پیروزی به دست دارد و این چیز احتمال خیلی کلان دارد، پس معلوم است که بازی دور سوم که در آن تاجیکستان و قرقیزستان بین بازی خواهند کرد میتواند به یک فینال تبدیل یابد که آنجا دسته ها برای زینه یکم مبارزه خواهند برد و زینه یکم این گروه با زینه یکم گروه دیگر البته که مبارزه خواهد برد برای جایزه. اینجا در حال تغییرات دیده می شود دوستان عزیز. از میدان گرفته می شود بازیگر رقم 6 منیر احمد و میدان محمد وارث آمد، باز رقم 17 به میدان وارد می شود، دخترش یاسر صفی از میدان گرفته می شود، بازیگر تحت رقم 17 و نشان داده می شود که حبیب الله هاتک تحت رقم 7 به میدان آمد که بازیگر مذکور این زمان به ما نشان داده می شود. پرتاب به داخل جریمه گاه، این وضعیت برطرف می شود. Tom Gari, Saidar Gari. Strike Gari. پایده بازی برای نشده است، میتوان حمله را ادامه داد.
و با هجوم نوبتی میگذارن بازیکنان قرقیزستان. پس به کنار ایمیراف پرتابی با داخل جریمه گو پاسی درست بود ولی اونجا فوتبالباز قرقیزستان رو درست‌تر قبول کردن نتوانست. حمله نوبتی حسن بسیار بیا نفر بگی پرتاب داخل جریمه گاه دیفوگر اولین شده بر توپ رسید. متوازه بچه‌ها آرش خودت کیپر اومار برا پرسینگ میکنند در مرکز میدان فوتبالبازان کشور افغانستان ولی این پرسینگ به آنها یگان چیز تا همین دم نداده است یعنی آنها توپ رو خیلی کم با دست میارند در همین موقع. ایمیراف پرتابیو امکانات برای ضربه زنی و اینجا میتوانست خطری کند عمر طلان بیکاف. آرام بچه آرام حسن جان برای زود Hey, четвертый номер, иди сюда. Number 7, come to me. You want to play? وضعیت خوب استاندارده. ضربه کنجی اینجا ارسال بعد داخل جریمه گار رسانیده می شود. ضربه و توپ اینجا بالاتر از دروازه رفت. این امکانیت خوب بود. ضربه را که اجرا کرد بازیگر رقم 2 اکتان عبدالکلیلوف 2 دقیقه زم کرده شد با وقت اساسی قسم یکم. آرش احمدی پس بقیب جاوید محمدی پس به خط حمله این وضعیت هم برطرف کرده می شود و با هجوم بازیکنان قرقیزستان متوجه می شویم. ایمیراف پس ارلین ایمیراف به خط حمله بازم تو به کاپیتان برگردانیده می شود. بقیب ایلیا بندارنکا Erdogan Baev ضربه به خط حمله
Roman, Roman, بیایی طرف بشی کسله بشی نهید کسله خب همینطور دوستان ارجمند قسم اول رقابت منتخب‌های نورسان تو 20 ساله کشورهای افغانستان و قرقیزستان به انجام رسید. حساب رقابت 2-0 است. هر دو گل را عمر تلمبک به ثمر رساند و با حساب 2-0 دستا به تنفس می‌روند.
منتخب‌های قرقیزستان و افغانستان این مسابقه کافا یو 20 چمپیونشیپ میباشد که بازی دور دوم در تالکو آرینا در شهر ترسونزوده دایر میشوند و علاقه یک بازی قسم اولی به انجام رسید. این قرقیزستان و افغانستان میباشد. بازی دیگر بین منتخب ازبکستان و ترکمنستان برگزار خواهد شد در این میدان که اون دیرتر یعنی بعد از همین بازی برگزار می شود. و بازی منتخب قرقیزستان و افغانستان در قسم اول چنان جریان داشت که هر دو دسته حمله خوبی داشتند، ولی گپ سر می رود که بازیکنان کشور قرقیزستان فرصت های گلزنی خود را درست و دقیق استفاده کردن توانستند. من جمله یک نفر که نامی عمر تلنتبکوف است توانست 2 گل را به ثمر برساند. در هر دو حالت فوتبالبازی مذکور خیلی خوب در داخل جریمه گاه حرکت کرد خونسردانه و توانست 2 گل را به ثمر برساند. در حالت اول او با پای راست گل زد و در حالت دوم با پای چپ ضربه خود را اجرا نمود که اون هم با گل انجام یافت و همین طریق منتخب قرقیزستان به پیش برآمد. منتخب افغانستان توپ را زیاد اداره میکرد، به حمله میرفت، ولی اگر گوییم که یگان حمله معنادار و خوفناکی گلزنی نداشت این اشتباه نخواهد بود، چون که واقعا هم همین طور بود. یگان هجوم خوفناکی دسته مذکور در قسم اول مشاهده نشد. تنها یک دو ضربه به طرف دروازه بودند که دروازه‌بان منتخب قرقیزستان به یگان مشکلی توانست این ضربه ها را برطرف نماید. خب و به هیئت متوجه می‌گردیم منتخب قرقیزستان چنین هیئت دارد: دروازه‌بان ارمین کلمبکوف، رقم 1 رقم 10 ارلین امیروف، کاپیتان دسته رقم 2 اکتان عبدکلیلوف، رقم 3 میدر توگانبایف، رقم 4 ایدار مرادبکوف، رقم 8 کنایی میدربکوف، رقم 15 الیا بندرینک، رقم 16 علیبک کازاکبکوف، تحت رقم 17 عمر تلنتبکوف مؤلف 2 گل در میدان بازی میکند، رقم 18 اربول بکردینوف و تحت رقم 20 ایلگیز باترکانوف هنرنمایی میکند. سرمربی دسته مذکور نوربک ژولدوشوف است. دوستان ارجمند، این متخصص از خود کشور قرقیزستان میباشد. توجه میکنیم به این حمله که ارلین امیروف این زمان با توپ پس به کنار چپ از آنجا ارسال به داخل جریمه گاه و اگر توپ به ایلگیز باترکانوف میرسید ما میتونستیم شاهد یک حمله خیلی خوفناک شویم، ولی هجوم بازم ادامه دارد. یک پرتاب دیگر به کنار راست از آنجا ارسال به داخل جریمه گاه و دروازه‌بان این وضعیت را برطرف میکند. هیئت منتخب افغانستان دوستان عزیز به طور زل می باشد. من خاطر هستم میکنم که تغییرات شده بود در هیئت این تیم، چون از میدان یاسر صفی گرفته شد تحت رقم 17 و به جای تحت رقم 7 حبیب الله هوتک به میدان آمد که این زمان معزو با جریمه گاه وارد گردید و ضربه زد. ضربه خیلی نادقیق رفت و برای این ضربه نادقیقش عذر میپرسد از همدستای خود و ما میتوانیم بار دیگر متوجه بگردیم چگونه دو رقیب را فریب داد ولی ضربه خیلی نادقیق زد. خب رقم 1 دروازه‌بان عبدالرحیم رسولی، رقم 4 کاپیتان دسته جاوید محمدی، رقم 4 جاوید محمدی کاپیتان دسته، رقم 2 سیاد حسیب الله. با حمله نوبتی توجه میکنیم، ارسال با داخل جریمه گاه و توپ از میدان بیرون میرود. رقم 3 نوید محبوبی، رقم 6 منیر احمد، رقم 8 شعیب حسینی، رقم 9 اورش احمدی، تحت رقم 10 سهیل سروری در میدان است، رقم 15 زمین محمدی، تحت رقم 7 حبیب الله هوتک، رقم 20 عظم‌الدین حاجی زاده در میدان می باشد و سرمربی دسته مذکور یعنی منتخب 20 ساله افغانستان احمد عظیمی است. این متخصص از خود کشور افغانستان می باشد، یعنی متخصص افغان است. توجه میکنیم به این حمله، پرتاب به کنار و توسط کنار چپ هجوم ادامه دارد. ارسال به داخل جریمه گاه، فرصت ضربه زنی اینجا پیدا می شود، ضربه و توپ تا به دروازه نمی رسد. دوران بازی امروز را با شما شناس میکنیم. ابراهیم اسماعیلوف از مملکت ازبکستان این بازی را حکمی میکند. از یک کنار به او شوکت بختیار خوجه کمک میرساند، او هم از کشور ازبکستان است. و از کنار دیگر داور تاجیک خسرو صدیق زاد موقع دارد و داور چهارم باشد از کشور ترکمنستان است رسول محمدوف.
дар лӯжаи вар бошад. Абдулло Давлатов қарор дорад. Довар аз кишвари Тоҷикистон ба ӯ кӯмак мерасонад мутахассис аз Ӯзбекистон Фирдавс Нурсафаров ва комиссари бозӣ аз кишвари Туркменистон Ораз Мамадгелдиев аст. Нозири доварон бошад аз кишвари Ӯзбекистон Владислав Цетлин ва ин ҳамаён нафарони расмӣ вобаста ва рабт дошта ба бозии имрӯза. пас ба ақиб имконият барои зарбазанӣ вуҷуд дорад, вале зарбан он қадар хуб иҷро гардид ва умуман агар гӯем ки хавфнок набуд иштибоҳ нахоҳем кард. тавассути канор ба ҳуҷум меравад Умар Талантбеков. Имеров имконият меҷӯяд барои зарбазанӣ. ду нафар ётак кардан бозигари афғонро Ҳабибулло Ҳотакро ва тӯбро аз ӯ гирифтанд, вале дарҳол футболбозони афғон тӯбро боз ба назораташон бармегардонанд. ҳуҷуми навбатӣ. зарба ба тарафи дароза иҷро мегардад. ҳамлаи Афғонистон. имконият барои зарбазанӣ инҷо пайдо шуд, вале дар ниҳояти кор бозигарони қирғиз тавонистанд ин вазъиятро бартараф созанд. Пойдем влево, далее смотри. На ногах, чисто! Чисто! Отходи, Медя! Айдар, отходи! Далее, далее! На ногах, Эрба! Перед мячом, Умар, перед мячом! Здесь концентрация, разбирай! Разбирай, первый мяч! Двое там, двое! Двое! Умар, правее пойдем! Правее, правее! Все, стой, стой, стой! Все, стоим! Игрока видим! По мячу отскакиваем! Дай нам внимательно! Внимательно, далее! Перед собой, Медя! вазъияти хуби стандартӣ. Перед собой! Бесполов! албатта ин мавқеи зарбазанӣ нест. аз ин нуқта аслан тӯб метавонад ба дохили ҷаримагоҳ партофта шавад. аммо аз нигоҳи қаду баст мебинем ки афзалият доранд футболбозони кишвари Қирғизистон.
Внимательный. محمد اوریس در نزد توپ است. بازیگری که او هم در جریان نیمه اول به میدان اومد. ارسال به داخل جریمه گاه، یعنی یکی از آن فوتبالبازانی است که از بین بازیگران ذخیروی وارد میدان گردید. Заужай! Закройся! Бондар! Бондар быстрее! امکانات برای ضربه زنی وجود دارد. پاس خوب، ضربه و این حالت برطرف کرده می شود. نگذاشتند تا عمر تلندبک و ضربهش تا به طرف دروازه رسد. خود بازی ویران کرده شد بر مقابل معرف دوبل عمر تلندبکوف. و با تغییرات متوجه می‌گردیم. سیاد دستی بول از میدان گرفته می‌شود. به جای بازیگر تحت رقم 12 وارد میدان می‌گردد. این رحمت الله جعفری است. و همچنین شعب حسین تحت رقم 8 از میدان گرفته شد. به جای بازیگر تحت رقم 16 وارد میدان می‌شود. این فراز علی رحیمی است. پرتاب داخل جریمه گاه. تو پرتاخته می شود. یک کوشش خوب و دروازه‌بان اینجا اولین شده به توپ رسید. ارسال نوبتی به داخل جریمه گل، ضربه نوبتی و گل نوبتی. حساب رقابت 3-0 می شود. این نوبت طور مشاهده میکنیم بازیگر رقم 4 ایدر مرادبکوف با زدن گل شرفی میگردد و حساب رقابت 3-0 می شود. حساب رو خیلی کلان میکنند فوتبالبازان قرقیز و کار فوتبالبازان کشور افغانستان اینجا مشکل تر می شود. اکنون شاید وظیفه که در پیش خود فوتبالبازان این تیم میگذارند
این البته حداقل یک گل زدن در مسابقه مذکور میباشد، چون در بازی بر مقابل منتخب تاجیکستان هم آنها گل نزدن، بازیگران ما با حساب 2-0 پیروز شدند. خب متوجه می‌گردیم به تغییرات نوبتی. اینجا در هیئت منتخب قرقیزستان هست. ایلگیز باترکان از میدان گرفته شد، امانتور ایساکوف به جای وارد میدان گردید. این یک تغییرات و همچنین طوری مشاهده کردیم یک بازیگر دیگر هم وارد میدان شد. بازیگر تحت رقم 9 اسحاق یریسبکوف وارد میدان گردید. یعنی رقم 11 امانتور ایساکوف و رقم 9 اسحاق یریسبکوف به میدان آمد و به جای عمر تلانبکوف وارد میدان گردید. به جای عمر که در بازی امروزه 2 گل به ثمر رساند. منتخب افغانستان البته این بازی آخرین دسته مذکور است در رقابت‌های گروهی. در بازی اول بر مقابل منتخب ما و در این بازی بر ضد قرقیزستان. بعد از این دسته مذکور در بازی‌های دور سوم استراحت خواهد داشت، یعنی بازی نمی‌کند و در آنجا منتخب‌های قرقیزستان و تاجیکستان با هم نیرو خواهند سنجید. این بازی برای دریافت زینه یکم گروه و رخصت به بازی فینالی خواهد بود. یعنی مسابقه مذکور چگونه جریان میگیرد؟ 2 گروه هستند: تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان. گروه A، گروه B ایران، ازبکستان و ترکمنستان. این دستا بین هم در 3 دور بازی میکنند. بازی دور یکم خوب طور همه ما شما میدانیم بازی ترکمنستان و ایران بود که اونجا ایران با حساب 1-0 بر ترکمنستان غلبه کرد. تاجیکستان با حساب 2-0 توانست افغانستان را شکست بدهد. یعنی از هر یک گروه یک بازی برگزار شدن، یک بازی از گروه A و بازی دیگر از گروه B. بعدا در بازی های امروز اینجا زمین محمدی کورتیزر میگیرد. بازی های امروز در گروه ما در گروه A قرقیزستان افغانستان و در گروه دیگر یعنی در گروه B اونجا ازبکستان بر ضد ترکمنستان بازی خواهند کرد و رقابت های دور سوم باشند به طور زیل دایر میگردند. اونجا ایران بر مقابل ازبکستان بازی خواهد کرد و تاجیکستان باشد بر مقابل قرقیزستان. ارسال به داخل جریمه گاه. پاس خیلی خوب به ختم رسانیده می شود. امکانیت خوب برای زدن ضربه و برای زدن گل از ضربه زده می شود و این ضربه را هم دروازه‌بان برطرف می کند. چون این امکانیت خوبی گلزنی را فوتبالبازان افغان در بازی امروز عموما نداشتند و همین امکانیت برای عظم الدین اوجیزاده پیدا شد که فوتبالباز مذکور اون را استفاده نکرد. پس خیلی عالی به طرف فوتبالباز مذکور داده شد ولی فوتبالباز مذکور ضربه بسیار هم بد اجرا کرد. و کمک نیاز دارد فوتبالبازی قرقیز. و دختران دسته به این بازیگر کمک میرسانند.
зарбаи навбатӣ. дар қисми довами дидор танҳо як имконияти хуби голзани барои футболбозони Афғонистон буд. Инҷо зарба ба тарафи дарвоза. Правая, правая! Ближе! Здесь, Илюхов! Илюхов, спина есть! ирсол ба хати ҳуҷум. зарба ба тарафи дарвоза ва Ҳабибуллоҳ Ҳотакин забаро иҷро кард. Ближно. Внимательно, разбирай! ба тағйиротҳои навбатӣ мутаваҷҷеҳ мегардем бинандагони азиз. Дарвозабон ба майдон меояд. Абдулҳоди Кофӣ ва ҳамчунин бозигари рақами 19 ба майдон меояд. ин Суҳроб Ратиб аст. ӯ иваз мекунад Азомуддин Ҳоҷизодаро ки фурсати хеле хуби голзаниро аз даст дода буд. партоб ба дохили ҷаримагоҳ. зарба ба тарафи дарвоза ва фурсати хеле хуби голзанӣ буд, вале инҷо ҳам тӯб аз паҳлӯ дарвоза аз майдон берун меравад. Чуть правее, Хана. Он правый подает. Хана, Внимательней! Зарбаи кунҷӣ. соҳил сарваре дар кунҷи майдон қарор дорад. омода аст барои иҷро кардани зарбаи кунҷӣ, вале довар инҷо бо ёварони худ муошират карда истодааст. шояд бонуе ки дар роҷаи вар қарор доранд, бонуҳо ҳам вале ягон ҳолате дар дохили ҷаримагоҳ рух дод ки ҳамон ҳолатро ба мо нишон медиҳанд. ту балакай ба дохили ҷаримагоҳ партофта шуд. имконияти навбатӣ зарба ва туб инҷо аз паҳлӯ дарвоза аз майдон берун меравад. инҷо ҳам фурсати зарбазанӣ буд, вале зарба иҷро кардаи бозигари афғон ки навбат Фаросалӣ Раҳимӣ зарба зад, аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд. ҳамчунин як зарбаи дигари кунҷӣ хоҳад буд. Вставать, Медя. 16! Вот 16, пусть оставляй его! Медя, Медя, четвертый, Медя. Будет, один выбегает до 7-го. Хана, играй первый мяч. 5 номер. Еще 2 метра, еще. Вот так. Ваш четвертый. Вставай, Ярмук, вставай. Аманю, крышки, Алиба, доигрывай. Поставь трек! партоб ба дохили ҷаримагоҳ, кӯшиши зарбазанӣ ва боз як зарбаи дигари кунҷӣ. Анна, ты остаешься, не иди туда, чуть назад.
Внимательно, дальше. Алиба, если что, 10-й, Алиба, да. 10-й номер, не подходи. Никакой силы. Подача будет, эй, подача. Там разбирай. Выше. Выше. پرتاب نوبتی به داخل جریمه گفت فرصت خوب ضربه زنی و اونجا بازیگر افغان از درجه بلندی در خطا نالیده ایستاده است. در همین دقیقه امکانیت‌های خوب برای فوتبالبازان کشور افغانستان پیدا شده ایستادند. برای ضربه ها را اجرا کردن، برای گل زدن، ولی هر یک از آنها به نتیجه جمع بست می شوند. خوب با تغییرات متوجه می شویم. در هیئت منتخب قرقیزستان این تغییرات هستند. ژانبولات ارمانوف تحت رقم 14 به میدان می آید. کنای مدربکوف رقم 8 از میدان بیرون شد. همچنین با ما ارلین ایمیرف هم نشان داده می شود که او از میدان بیرون رفته است، کاپیتان دسته، و با جای بازیگر تحت رقم 7 کایر کناتوف وارد میدان می شود. Player number 10, Adeline Rivera. Replaced by player number 7, Kanata. Player number 15, Ilya Bandareza. Replaced by player number 12, Mohamedjo Amidulori. And player number 8, Anay Minarketi. Replaced by player number 14, ژانبولات ارمانوف. پرتاب داخل جریمه گفت فرصت خوب گلزنی و دروازه‌بان این وضعیت را برطرف میکند. اینجا قاعده بازی ویران شد. Алиба, Джембо, Медя, разговаривай, Махтар! Гори! Гори! Еще откати, оставь, еще откати! Иску, откати, Иску! Выше, заужай, оставь, заужай! پرسینگ کرده ایستادن فوتبالبازان کشور افغانستان، ولی ببینید که از پرسینگ چگونه خوب خود را رها کردن بازیگران قرقیز و به حمله خوفناک هم گذاشتند. با اشاره می شود که آفساید هم بود. دستایی که در گروه ها زینهای اول را می گیرند برای جایزه مبارزه می برند، یعنی به فینال می برند و برای جایزه مبارزه خواهند برد. یعنی برای مثال امروز قرقیزستان که به غلبه خود نزدیک است با تاجیکستان در بازی دور نوبتی برای زینه یکم گروه را گرفتن مبارزه خواهند برد، چون هر دو دسته صاحب 3 امتیازی می شوند. در نتیجه مساوی البته اونجا فرقت امتیازها فرقت گل ها حساب کرده می شود که علاقه فرقت گل های منتخب قرقیزستان بهتر است، یعنی به ما در راند دار تنها غلبه لازم می شود، چون که هر حساب مساوی معنای او را خواهد داشت که منتخب قرقیزستان امکانیت بهتر پیدا خواهد کرد، چون علاقه جمع 3 است، ما جمع 2 داریم و دل خو
حساب مساوی از 0-0 آغاز کرده. دلخواه حساب مساوی البته معلوم خواهد داشت که منتخب قرقیزستان امکانیت دارد. یعنی الکی که حساب 3-0 است، حساب مساوی در بازی بر مقابل تاجیکستان به نفع قرقیزستان خواهد بود. از این لحاظ در اون دور به ما حتما غلبه لازم است و ما اگر زینه اول را بگیریم با دسته زینه یکمی گروه دیگر که در اونجا ایران، ازبکستان و ترکمنستان قرار دارند بازی خواهیم کرد که با احتمال غالب البته یکی از دسته های زیرین یا ایران و یا ازبکستان خواهند بود که اونها بین خود در بازی دور سوم هنرنمایی خواهند کرد و از همون بازی معلوم می شود. حمله نوبتی Спокойно, сам двигай вперед. Двигаем, у тебя никого нет. Это горит, ждет. پس بقیب ضربه با خط هجوم و اینجا دروازه‌بان توانست اولین شده توپ را بگیرد، یعنی یکم شده به توپ رسید. Перед собой! Отскок! Отскок! حالا نوبتی توسط کنار پرتاب به داخل جریمه گاه. اینجا هم دروازه‌بان موقع درست رو اشغال کرد و توانست توپ را بگیرد. ضربه نوبتی به خط حمله. تو عقیب حمله خوب بازیکنان قرقیز تا به کنار چپ توسط همان کنار حمله ادامه خواهد کرد. این سال با داخل جریمه گاه ضربه اجرا می شود ولی توپ بالاتر از دروازه رفت، یعنی این ضربه نادقیق رفت. Внимательно, Нади! Слишком не прижимайся, Нади!
کمتر از 10 دقیقه دیگری وقت اساسی باقی مانده است در رقابت منتخب قرقیزستان و افغانستان. حساب رقابت 3-0 است با نفع فوتبالبازان قرقیز. 2 گل در قسم اول زده شدند و 1 گل در نیمه دوم. تلاش بازیکنان کشور افغانستان به خاطر آن است که حداقل 1 گل نه تنها در این بازی و در این مسابقه به هدف برسانند، چون آنها تا هنوز یگان گل ندارند و این برایشان بازی آخرین در مسابقه است در مرحله گروهی البته، و بعدا باز دسته مذکور مبارزه خواهد برد، ولی برای زینه های پایانی، برای جاهای پایانی، برای زینه یکم دوم و خب برای این زینه ها یعنی امکانیت مبارزه رو ندارد، میتواند برای زینه سه مبارزه برد. Браво, Нади! Разбирай! Бьер, ближе! Федя! Ближе! Да! Лицом! Выше, шаг! Далее! Горит! Играть! Аки, играть! Горит! Ближе! پس باقیب Хорош, Джамбо! خیلی خوب به اینجا مبارزه بردند فوتبالبازان کشور افغانستان و توپ را به نظارت خود درآوردند، ولی لازم است این امکانات استفاده کرده شود. ضربه و بازم راست با دست دروازه‌بان. با چنین ضربه البته گل زدن خیلی مشکل است. حالا نوبتی ضربه به طرف دروازه اجرا می شود. باز یک هجوم دیگر، این ضربه هم راست به دست دروازه‌بان، ولی اکنون به طرف دروازه منتخب افغانستان چون این ضربه زده شد. پس به خط هجوم Встречай! پرتاب به داخل جریمه گاه. پس وقتی هجوم دروازه‌بان از موقعش بیرون برآمد و او این وضعیت را برطرف کردن توانست.
حمله بازیکنان افغان. ضربه و این ضربه خوب بود اما دروازه‌بان سری وقت اون را برطرف کرد، اما معلوم می شود که اینجا آفساید هم بوده است. داور تاجیک که از کنار ایستاده است خسرو صدیقزاد اینجا مشاهده کرد که بازیگر افغان در حالت نوبازی قرار دارد و طور مشاهده میکنیم همین طور هم بود. پرتاب به داخل جریمه گاه. پرتاب به داخل جریمه گاه. ضربه اجرا می شود و توپ اینجا از پهلو دروازه بیرون از میدان شد. Чисто! Перед мячом! Хайра! Идет! Ниже! Есть, разбирай! Хайра, левей! Стой! پرتاب به داخل جریمه گاه. توپ به کنار رسانیده می شود. تلاش از کنار چپ هم بود برای توپ را پرتافتن به طرف جریمه گاه، ولی خیلی مدقق این پاس رفت. Справа! Алиба, левая! Медя, сейчас! Ниже, лево! Выход! باید خلال اینجا رسانیده نشود برای توپ را به بازی وارد نمودن، چون بازیکنان کشور افغانستان در نیمه میدان خود قرار دارند. گمان باید فوتبالبازان قرقیز در پیش آنها نباشند. توپ اینجا به دست فوتبال کشور قرقیزستان رسید. ضربه نوبتی به خط حمله. اینجا یک به یک مبارزه در خط حمله دیده می شود. چهار دقیقه زم کرده می شود به وقت اساسی قسم دوم. پس به خط هجوم
پرتاب نوبتی با خط حمله. توپ به داخل جریمه‌گاه پرتافته شد و به برار این هجوم اونجا بس می شود. Браво еще! Проще, проще! اینجا یک نفر بر ضد دو نفر مبارزه میبرد و البته کاپیتان منتخب افغانستان جاوید محمدی وضعیت را برطرف کردن توانست. هوای نوبتی اشاره می شود با بازیگر کشور قرقیزستان اینجا که او باید وقت را کشال بدهد و با گپ سرمربی گوش انداخته منطور ایساکوف با نزد نقطه جایشی ضربه کنجی رفته بود. چند ثانیه را برای دسته خود کار کرد ولی این ثانیه عموما این زمان با قرقیزستان لازم هم نیستند چون اونها با فرقیت خیلی زیادی توپ‌ها پیش صف می باشند. امکانات نوبتی پرتاب با داخل جریمه‌گاه و فرصت خوبی ضربه زنی پیدا شد. اگر ایساک یریسبکوف قدی بلندتر می داشت و با این تو می رسید می توانست بازیگر مذکور گل چهارم منتخب قرقیزستان رو هم به ثمر برساند. Лицом! Разбирай игроков! Лицом, лицом! Разбирай! Аки, Аки! از توپ پرداخته می شود. توپ را با نوبتی امکانیت ضربه‌زن اینجا وجود دارد و تا هنوز همچنین امکانیت هست. پس نوبتی و دروازه‌بان اولین شده به تو میرسد. اوسیب میبردارد بازیگر کشور قرقیزستان. داور اشاره میکند که با کمک پزشکان این بازیگر نیاز دارد. از ایسحاق یریسبکوف از همین بازیگر رو سه برداشت. اینجا البته میخواست ضربه زند محمد واریس شیرزایی چون از پیشیو بازیگر کشور قرقیزستان پیدا شد. دیگر شیرزایی تنها برای ضربه زدن به توپ مایل داشت و در این کوشش خود ضربه به پای رقیب زد. دقیقی که داور زحم کرد اونها هم به انجام رسیدند ولی با سببیانی که در همین فرصت هنگامی که با ایسحاق یریسبکوف کمک رساندند وقت تلف شد. داور این وقت را جبران کند و امکانیت خواهد داد بعد دسته ها تو باز در میدان باشند و شاید حداقل یک دقیقه دیگر وقت بدهد بعد دسته ها برای بازی را ادامه دادن و بعد البته او هم بازی را به انجام خواهد رساند.
خب همین طریق دوستان ارجمند داور صداشک خود را بلند میگرداند. رقابتی دسته‌های تو 20 ساله کشورهای قرقیزستان و افغانستان با غلبه کلان منتخب قرقیزستان به انجام میرسد. با حساب 3-0 این دسته پیروزی را به دست می‌آورد و در گروه A که اونجا تاجیکستان، قرقیزستان و افغانستان هستند، منتخب قرقیزستان به زینه یکم این گروه میبراید. بازی آخرین این منتخب بر مقابل بر مقابل تاجیکستان خواهد بود. روز 14 یون رسا ساعت 21 این بازی برگزار می شود که رقابت مذکور برای برآمدن به فینال خواهد بود. تاجیکستان اگر پیروزی به دست آورد پس به فینال خواهد رفت. با قرقیزستان هم پیروزی و هم مساوی امکانیت برآمدن به فینال را خواهد داد. یعنی برای زینه اول تاجیکستان محض بر مقابل قرقیزستان در بازی دور سوم که روز 14 یون ساعت 21 برگزار می شود به میدان رقابت وارد می‌گردد که در این بازی با فوتبالبازان نوروسیم ما که در این مسابقه دسته 18 ساله ما بازی می‌کنند برار و بردباری تمام داریم. در اینجا با شما خیر خوش می‌کنیم. خیر، تنصیحت و خانه آباد باشید. So, for People's Republic, by player number 4.